دوستان به پیج ما سلام دوستان به کانال ما خوش اومدید. امروز میخوایم خمیر بهتون یاد بدیم. رنگ خوش، رنگ ماجرا، بعد چوب بستنی، نمک، آرد گندم. حالا بعد یه 2 تا کاغذاشا میاریم، یکی برای من یکی برای داریا. آقای دارم اول برای خودتون روغن کن به بارمان سطح کارمون رو روغنی میکنیم. ولی همه جو روغن باشه حتما که بخواید تکون بدید. خب اول آردو میدیم. خب حالا اول ببینیم آردو بریم اینجا. آقای قشه هم میزنیمش. اینم از آردمون میاریم اینجا که هم دوتایی بریزیم. اول آقای داریم شما بریز. خب چوب بستنی چشم نمک اشتباه نمک بایستی بست اون دوش اون دوش داره یکیشم میگه خیلی کشیدی نه نکشیدم بذار دست. خب آقا ما اون نمکی میدید. بفرما داریم. خب گفتیم که دور قشنگ دایره ایجاد میکنیم. دور قاشق حواستون باشه داریم بهتون یاد میدیم دورش. خب حالا همون جایی که بود میذاریم، آردو میذاریم سر جاش. حالا دو قاشق ریختیم. خب حالا بابت ماست اتکاف میکنیم. این بولتمون رو میاریم، آبمون رو میاریم. آقا ما اون رنگ برای میدیم. چشم یه حالا رنگمون رو اتکاف میکنیم. خب بفرما قرمز. شما قرمز بستنی بوده. خب حالا ما بستنی دوباره دورش گفتیم دایره. اول ما میایم اول میریزیم پوتشو اول بریزیم بعد با آب قاطیش کنیم. حالا من میام پوتشو اینقدری که هست میریزم. خب حالا بعد اول بردارم قاطی کنم. بزن. خب عالیه. حالا باید قشنگ حالا باید آب بریزی و آب قشنگ به هم بزن. بریز. خب حالا بذار کنم. شما فعلا بذار. فعلا هم بزن بعد نوبت باشه. من میرم این زن کارش من میرم این زن بشونم و بیام برای خودم رنگ درست کنم. حالا رنگ خوش بشه اضافه میکنیم. خب من اومدم. حالا گفتیم ما چی بود؟ رنگ ما همسر آب میاریم. حالا بریزیم. آرد بریزم. آرد بله. الان یکم انگاه خوبه. دست بریز. حالا من میام شاید رنگمو اینقدر پرش کنم پودر رنگمو و میزنم داخل این. اگر که اومد پودرشو بریزید داخل این میزنیم سرجش از میبندیم و شاید بعد هم میزنیم. بعد اینکه هم زدیم میزیم دوش بکن خمیر رو یک ورزش میدیم. قشنگ رنگ ورزش میدیم تا به دست دیگه نگاه کنی اول خمیر تو دستم بود چسبیده بود. نگاه کن انقدر ورزش دادم تا به خودش چسبید. حالا ما زرده میریزیم. خب انقدر ورزش میدیم تا یه دست شه. داریم ببینید که این خمیرهایی که دست من گیر کرده بود نگاه کنید. بله داره بریم. خمیر من درست شد. بفرمایید قرمز. الان رنگ منم خمیر من درست میشه. اول باشم میچسبونم که باشه. میرم خانم تمیز کنم. حالا برای منم به دست اومد. بفرمایید این از خمیر ما. منم خمیرم درست شد. میخوام میزنم جمع کنم. چرا میزنم با همه وسایلی که میبینید
میتونید راحت خمیر بازی درست کنید. بچه‌ها سابسکرایب بهتون نره. یادتون نره. خداحافظ. خداحافظ. بچه‌ها با همین وسیله خمیر درست کردیم. شما هم میتونید